دعا میکنم که مکتب آواز شود. بسید مدرسه بودین؟ نام خدا چطور هستین شما؟ خوب هستم، تشکر. بخیر باشین. چقدر لباس منظم و چقدر مقبول معلوم میشین. بسیار زیاد تشکر. نام چی است؟ گلسوم. 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 نام خدا از شما؟ زهرا. زهرا جان و گلسوم جان، شما مدرسه میخوانین حتما؟ بله. خب بعضی مدارس هست که 14 فارغ میتن و بعضی مدارس هست که مضامین دینی رو درس میتن. شما کدامش میخوانین؟ مزامه دینی. دینی میخوانین؟ آفرین. چند سال هستی گلسوم جان؟ 10 سال خودت؟ 10. یک سال هم سال هستین دیگه. فرق ندارین. مگرم خوراکمون نمیخواد قدش بلندتر شده از شما کده. خب یگان تا میگن که کسایی که قد متوسط داره بسیار شوخ میباشن. گلسوم جان شوخ هست یا نه؟ نه خیر. کدام تا شوخ هستی؟ هیچ کدام. و دخترای وطنم نام خدا یک استعداد فوق العاده داره، از درس گرفته تا بسیار مسائل دیگه. دیگه افتخار میکنم با وجود شما. چی یاد گرفتین؟ چقدر یاد گرفتین؟ درس‌ها چطور میگذره؟ خوب میگذره دیگه، همه چیز یاد گرفتیم. خب آرزوی بزرگی چی است گلسوم جان؟ که دکتر شوم. دکتر شوین؟ بله. دکتر چی؟ دکتر دندان. کاش که چشم میشید که چشمکای مرا تا وقت ضعیف میشم، ناتوان میشم، لرزیده پیش گلسوم جان بهم بگی چشمای کاکایت عمل کن. خودت چی آرزو داری بخیر؟ معلم. بیش حق بله. آفرین. چی باعث شد گیر شهر خودت انتخاب کردی؟ بیشتر خوشم میامد. خب میبینی که صدایتون بسیار زحمت میکشه سر شاگردانی؟ آفرین. چی پیام چی گفتنی دارین؟ تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. به دخترای وطن ما چی گفتنی دارین؟ دعا میکنم که مکتب آواز شود. بسیار قوی باشین و نمیتونم شما را که چشمایتان اشکبار باشم. تشکر. تلاش خودم میکنیم و من به عنوان یک افغان برادرتان همیشه خواهش کردیم. خدا مهربان است. چی بگویم؟ تشکر. واقعا عاجز هستیم در این قسمت و شرمنده. بسیار زیاد تشکر. بریم بخیر.